امروز میخوام براتون اینو تیری خیلی خوب درست کنم، پس خوشحال میشم تا آخر ویدیو همراه هم باشید. اول باید خمیر نون تیری رو آماده کنیم، همونجور که داخل ویدیو میبینید باید خمیر رو به مطابق ویدیو خمیر رو آماده کنیم. بعدش دیگه میریم سراغ پهن کردن و پخت نان. خمیر رو باید خیلی خوب ورز بدیم. اینم سفره‌ای که قرار روش نان رو بپزیم. بعدش دیگه چونه میگیریم با آرد، با حالا نمیدونم به فارسی بهش چی میگن، خمیر رو باش پهن میکنیم و دیگه آماده میکنیم که بپزه. بعدش دیگه خمیر که پهن شد به 2 الی 3 مرتبه به این شکل خمیر رو باز میکنیم و میذاریم تا بپزه. حالا اینم گرفتم از نزدیک که ببینید از نزدیک چجوری این خمیر پخش میشه. این کار خیلی کار سختیه و کسانی که تجربه دارن یا اینکه خیلی حرفه‌ای‌ان فقط میتونن این کار رو انجام بدن. بعدش دیگه نونا رو که پهن کردیم میذاریم که بپزه و دیگه نونا آماده میشه. حالا توی همین ویدیو بهتون نشون میدم چجور میپزن. هر 3 تا نونی یه دونه باید بذاری روش، بعد دیگه برعکسش کن، دوباره یه دونه دیگه بذاری روش که بپزه.